چطور شده میتونه؟ دختر ما چطور سپر او آدم شده میتونه؟ چطور یک کار کده میتونی بیادر؟ با وجود یک دختر مریض ده اونجا چطور اینقدر بی انصاف شده میتونی؟ شیرین کمی آهسته. بانش دل خود خالی کنه. چطور قدر راحت، چطور قدر بی اهمیت رفتار کده میتونی؟ خواهر خودت با تشویش زندگی خواهرت هستی، چطور همراه یک دختر مریض و بیگانه‌ای کار کده میتونی بیادر؟ اگر دختر چیزی میشد، اگر الینا میمرد. کنان سعید حق به جانب هستی، اما کم آرام. کنان نکو، وضعیت عزیز بیادر نمیبینی، نکو. درسته سعید بیادر، یک چیز بگو، بلیاز خدا یک چیز بگو. شیشتا مشنوم، حالا بگو دیگه مشنوم. چی بگویم شیرین؟ اصل کل چیز بسیار به سادگی گفت. مثل که همراهی دخترم نه با خواهرم روبرو شدم. کاملا درست گفت. در وقتش اومده نه ما ریدا کدم. حالی تو هر قدر میخوایی چیغ بزن، حق داری. دردم مرا اسیر ساخته بچین. تو یک چیزه نه به تو فهمانده میتونم و نه انتظار دارم که تو درکم کنی. هر چیزی که سر خورم آمد کلش ما اجازه دادم. او را تک و تنها ماندم. در غیر او با جایی که زنگ زده پرسانش کنم، او باز هیچ وقت برم پد نامه نوشته نمیکرد. اگه وقتی که درد داشت کنارش می بود و میتونه میشد، این روزا را مسرش آوردم. به دستای خود او را به جهنم روان کردم. آریان دختره سپر قاتل خواهرم میشه. تقدیر است، تقدیر است دیگه. چیزی که گشت میکنی درو میکنی. تقدیر یعنی تقدیر از همه طور است ماما. درسته از تو نیسته که برای میگفتی بازی چه تقدیر نشو کنان. حالا چی شده؟ چی تغییر کرد؟ هر چیزی که باشه اشتباه کردی ماما. تو اشتباه کردی. اورال بس است دیگه. ای آدم چرا هنوز تو را الا دادنی نیست بیادر؟ چرا هنوزم فکر میکنه که به ناز ضرر رسوندی؟ من میفهمم که ده او زمان چی کشیدی، اما نمیفهمم او چرا پشت این موضوع را گرفته. اما یک گپ دگام است. عزیز توبراک چرا به خاطر یک گپی که حقیقت نداره قدر حمله بزرگ انجام بده؟ جالب نیست؟ تو فکر میکنی اون نامه حقیقت داره اصل؟ نه خیر، البته که نه. پس میخوایی چی بگویی اصل؟ هیچ چیز زندگی. اگه من به تو یک چیز فکر میکردم کنار تو استاد میشدم، یادم مقابل او سلام میرفتم. فقط عصبانیتش برام حقیقت معلوم شد. او مثل یک بازی نبود، تمثیلم نبود. یعنی دایی با این کسی خواسته که عزیز توبراک به این نامه باور کنه. موفقم شده. تو حال دیگه یک عضو از این خانواده هستی شیرینه. به اندازه توانایی دشمنای تام زیاد میشن. بهتر است به یادت کنی. چی شده عشقم؟ چیز اشتباهی گفتم؟ نه، حق به جانب هستی. خب درست است، اما چرا حاله؟ هر کسی که میخواسته چرا قبلا به عزیز توبراکی موضوع را اطلاع نداده؟ چقدر سالا گذشت و دیگه فقط این خونه است. ناز یک دفعه گم شده و ازش یک نشانم پیدا نتونسته. تو فکر میکنی که در بین زمین رفته؟ چی بفهمم؟ رفتن و آمدنش به خارج از کشور یا استفاده از کدام بانک نمیشه؟ ما هم درباره کل چیز تحقیق کردیم مثلا جان. حتی با شرکای سیاسی ما با تماس شدیم، هر جایی او را پالیدیم،
اما به هیچ شکله به او رسیده نتانستیم. البته بعدنم ناامید شدیم. درست است، چی میکردیم؟ حتی یک خبرم نداد، گم شد و رفت و دیگه بیادرشم حسابش از ما پرسید. هنوزم اما قسم است، میبینینه؟ البته که مشکل است یک دفعه گم شدنش. به هیچ کسی چیزی نگفتم. خیرت از خانم جان، تو چرا قدر پشت نازه گرفتی؟ بعد از اتفاقات امشب او یادم آمد. وقتی در اتاق عکسش دیدم به فکرش شدم. اورال، زندگی من امروز هم به خاطر تو و هم به خاطر علینا زیاد ترسیدم. معلوم میشه که او آدم به خود نیست، پشت تا میلا نمیده. به نظرم یگانه راه نجات از عزیز توپراک پیدا کردن ناز است. اینقدر سالا تیر شده، شاید حالا کدام سرنخ پیدا شود. خانواده ما را از خطر نجات میدن. این موضوع بسته شده، اگر دیگه باز نشه خوش میشم اصل جان. خیرتی از خانم عزیزم در این وقت کی زنگ زدن؟ مادرم. حتما به خاطر یه اتفاقات به تشویش شده. من همراهش گپ زدم میایم. بله میشنوم. اصل من از شرکت برآمدم، خواستم برات خبر بدم. خوش شدم. چیز پیدا تو نیستی؟ با گپایم خوب گوش کن اصل. من مطمئن هستم که نازا چیزا شده. باید از او آدم دور باشی. اگه پیشش باشی زندگی در خطر است. چی شده؟ اصیف چی پیدا کردی؟ انگشتر نازا. نفهمیدم. انگشتر چی؟ چطور مطمئن بودم میتونی؟ او نشانه خانوادگی است. بسیار خوب میفهمم. من به یاد دارم. امانت مادرش بود. یک ثانیه از انگشت خود دور نمیکرد. هرگز. نازا چیزا شده. او آدم حتما امروی نازکاری کرده. حالا دیگه مطمئن شدم. درست است. من بعداً برات زنگ میزنم. بله مادر، میخوایی درباره چی گپ بزنی؟ میخوایم درباره اصل یک چیز مهم برات بگویم بچیم. لطفاً بیشی. اورال، شباهت اصل با ناز تصادفی نیست. البته که نیست. عزیز توپراک پدر اصل است. فکر میکنی من نمیفهمیدم؟ تو ایره میفهمی بچیم؟ بیاز اولین بار وقتی دیدم فهمیدم که تصادفی نیست. بعدنم از گذشته عزیز و ملکه خبر شدم. حتما میگی چرا برات نگفتیم؟ اگه برات میگفتم چی فرق میکرد مادر؟ من چیزی را که میخواستم گرفتم. تو چطور فهمیدی؟ خلیل اعتراف کرد. حالا مهمی است که اصل از این گپ خبر داره یا نداره. فکر نکنم. به خدا بعد از امشب تو فکر نمی کنم. چی بفهمم؟ آمدنش در مقابل من، گپایی که امشب درباره ناز گفت، رفتار و یجبش در اواخر. میگی میفهمم؟ اگه بفهمم به زودی میفهمی مادر جان. تو درباره‌اش فکر نکن. درست است. چطور پیدا میکنی؟ کدام پلان داری؟ من همیشه پلان دارم مادر جان.
عسل؟ خیرتیس جانم چی را میپالی؟ تو خوب میفهمی که چی را میپالم. نه نمیفهمم. تمثیل کردن بان ابرو. در نامزدی دیدی که کتابچه خاطرات به ما آمد. مچم که دو چی نوشته بود. به تشویش شدی. یک فرصت پیدا کرده کتابچه خاطرات گرفتی. ما نمیفهمم که تو درباره چی گپ میزنی جانم. گوش کن ابرو. ما حال دیگه و اصل ساده که به هر گپ تو باور میکرد نیستم. به می خاطر انکار کردن بان واضح بگو. دو کتابچه خاطرات چی بود که من نباید میدیدم؟ و قسم یک خاطرات نیست. هیچ وقتم نبوده. تو خواب دیدی جانم. دست تپس کو ابرو. تو میخوایی یک کار کنی و من کاملا مطمئن هستم. متوجه هستی تو در اواخر هر دقیقه منو مقصر فکر میکنی؟ و تو متوجه هستی که در اواخر چقدر عجیب رفتار میکنی؟ تو میخوایی چی کنی ابرو؟ پت آمدن به اتاق قلینا و کتابچه خاطراتی که نمیفهمم از طرف کی آمد. این چی وضعیت است؟ تو پشت چی هستی؟ پشت تو. پشت من؟ امی قسم است؟ در این خانه تنها کسی که عجیب رفتار میکنه من نیستم. تا مستی اصل. خصوصا امروز عاشق نمایشی که در نامزدی انجام دادی شدم. واقعا تمثیل بسیار عالی بود. آفرین. بالاخره گوش کردن به گپای مرا شروع کردی. راست میگی ابرو. به شنیدن گپای تو شروع کردیم. حال فقط یک هدف دارم. خوش بودن همراه شوهرم. حال ما اصل دمیروغلو هستم. یک بار مزه قدرت چشیدم. شاید تو ایره تحمل کردن نمیتونی. و دیگه کاری که همراه علینا کردی دیر یا زود معلوم میشه. معلوم میکنم که کار کی بوده. خبر باشی. متوجه باش که با فهمیدن او گپ سر خودت دبلا نره. شب بخیر. ما میخواستم امرای تو گپ بزنم. اینجا بیا. چی گپ بود که تو عسل گرفتی و پیش دکتر بردی و کی برات اجازه را داده بود؟ کسی برام چیز نگفته. اصل کمه ساعتش خوب نبود. یعنی به خاطر او رفتیم کلشم قدر. بعد هم او موضوع خبر شدم. خب از این قسم است. اورال ما میخواستم همراهت گپ بزنم. چی میگی؟ زود باش بگو. خاطرات ابرو را خواندم. خب به من چی غرض؟ ده خاطراتش درباره تو نوشته کرده بود که چه قسم به اصل دام مونده تا کشتی بردینش. تو بسیار زیاد گپ میزنی دفنه. اعصاب مرا خراب میکنی. ما به خاطر علینا گفتم. اورال او دختر بسیار خطرناک است. بیا زود تو میفهمی که عاشق کنعان است. کسی که همراه خواهر خودی کار کرده پس همراه خواهر تو چی کار کرده میتونه متوجه هستی؟ وقتی که تصاویر پیدا کردیم من شخصا خودم جزایش میدم. تو تشویش نکن. حالا به اجازت میرم. راستی ازت یک خواهشم دارم. گپ کسی که قدر رازای تو را نگاه میکنه و بعدی تا نمیخواه حتما رد نمیکنی. بگو چی میخوایی؟ سهم خورده از شرکت قبل. بیازو سال هاست که عقل و فکر طرف شرکت هست. چقدر؟ اون دیگه مربوط سخاوت تو میشه. البته بعد نمیشه اگه یکی از حیات مدیره شوم. چی نظر داری؟ درست است. اما اگه بعد از گرفتن سهمت منو بفروشی تشویش نکن. تنها شریکت نه، همرازتان میشم. رازت تا وقت مرگ پت میکنم. فردا در بیرون میبینیم ساعت 8 بجه. زیاد میترسم که اصلا چیز نشه. اما او شواهده که پیدا شده با خانم قبلی خود زیاد خشونت کرده. دختر بیخی گم است. زیاد میترسم که به سلام ضرر نرسونه. اما آی خدا نکنه ملکه، دانه به خیر باز کو. بانش جانم کلان دختر است، از خود مواظبت میتونه. معلوم میشه عزیزم به خاطر محافظت خواهر خودم این چیز گفته، اما نشده دیگه. معلوم نیست که دختر کجا است. خدا میفهمه مرده است یا زنده. نه خیر قسم نمیشه. ما باید یک کار کنم. ما باید اصلا از دست او آدم نجات بدم. سعیس ملکه سعیس، لطفاً زد نکن. رفته همراه عزیز گپ بزن.
او یک کار کده دخترت از دست اونا نجات میته. بی تو بگه پایم گوش کو. خواهر خدا نجات داده نتانسته، بان که دختر خدا نجات بده. ای زده خدا بان. اگه به خاطر خود نمیکنی به خاطر دخترتی کاره کن. خو رفته همراه عزیز گپ میزنی هموتا نیست. اصل میفهمم بیدار هستی. چی شده؟ هیچ. یک گپ در کلیم میگردم. اجازه نمیتونم بخوابم. درباره عزیز است؟ نه، درباره کنان است. به نظر تو کنان میتونه به خاطر انتقام کسی را بکشه؟ یعنی به خاطر انتقام قدر زیاد روی میتونه بکنه؟ نفهمیدم. او کی را باید بکشه؟ او شب فقط شما دوتا بیدار بودین همینطور است؟ یک دقیقه. تو فکر میکنی کنان اکسیژن علینا را کشیده؟ چون تو این کار نمیکنی پس کسی دیگه به فکرم نمیرسه. کنان هرگز تو یک کار نمیکنه. ما کاملا مطمئن هستم هرگز نمیتونه. تو چطور قدر مطمئن هستی؟ کدام چیزی را از ما پات میکنی؟ نه خیر، مطمئن هستم چون او را بسیار خوب میشناسم. ببخشی عزیزم، نمیخواستم تو را ناراحت و عصبانی بسازم. شب بخیر اورال. شب بخیر زندگی. اورال؟ خوب هستی اورال؟ یک روز بسیار زیبا است نه؟ نظر تو چی است؟ من این حالتت میفهمم. در فکرت چی است؟ چیزای زیبایی است اما پیش خودم باشه. یعنی میگی ناقصرار نکن. تو را چی کده؟ تمام شو خواب چشمایم نامد. به نظرم این کار فقط با خلیل تمام نمیشه، کدام کس دیگه هم هست. او در اون رستوران چی کار داشت؟ به نظرت کی و اکساره اونجا مانده میتونه اورال بچیم ها؟ مادر جان من دیشب برای چی گفتم؟ درباره این موضوع اصلا فکر نکن. این کار به من حلش میکنم. اول باید موضوع اصل حل کنم. مقصد ما هم اصل بود. به هر صورت چی کدی؟ ازش چیزی پرسیدی؟ میفهمه که عزیز پدرش هست؟ نه. از کجا میفهمی اورال؟ به مرور زمان. درست از نامه میفهمه که او نامه را خلیل به عزیز رسانده. پرسیده هیچ به تشویش نشد. گپ نزدم اما فکر نکنم بفهمه. مطمئن هستی؟ به نظرم اگر تحقیق کنی خوب میشه. مطمئن هستم مادر. برای چی میگم توپراک بیادر؟ بیبی اگه کسی درباره ما چیز پرسید میگی ندیدیم، نمیشناسم و نمیفهمم. کی درباره تو پرسان میکنه؟ بچه از کی میترسی؟ بگو که یک راه حل پیدا راه حل مل نداره. وطنداری کار از توان تو بالاست. فقط نگفته تیرش کن. خب بریم بگو شاید راه حل پیدا شود. دیمیروغلاست. حل میتونی؟ حل از چو حلش کن. دیمیروغلایی که صاحب هتل است؟ بله. چی شده؟ دانت نیم متر باز ما. تو همراه دیمیروغلا چی کار داری بچه؟ نپرسه که توپراکیش نپرس. یک بلا افتیده. دقیقت خیشای میشن. به هر صورت مرا پیدا میکنن. تو کارمندای تو هشدار بده. اگر کسی درباره ما پرسید بگو که نمیشناسیم.
قبلا خبر داشتم در هتل یک آشنا دارم، شاید حال دیاتشان به. خلیل بچه‌م بیبی ما رو همراه اینا دشمن نساز، به خدا که تمام چند دقیقه پیش میگفتی که حلش میکنیم. خب به هر صورت تو هیچ تشویش نکن، چیزی نمیشه. فقط چیزی که برات میگم همون کارا کن، درست است؟ حالا به اتاق میرم، بعداً میبینیم، درست است؟ تو خوب هستی بیادر؟ خوب هستم. از وقت که ششتیم یک کلمه گپم نگفتی، هیچ چیزم نخوردی. چی بگویم شیرم؟ همین تقدیرم است. هر وقت بخوایم و بیشرف به جزایش برسانم یکی از نزدیکایم مداخله میکنم. نازم سپر شده بود، از سلامم تو کرد. قسمی که ناز جادو کده بود دخترم هم قسم جادو کده. نوشا جانتان بیا یک جایی بخوریم. بیا. اورال دیمیروغلو عاجل حیات مدیره را خواسته. چی شده ای؟ باز میخوای چی کنه؟ معلوم میشه که کدام دام است. وقتی رفتم میبینم. تو برو کنون، من جلسه مرسه رفته نمیتونم. بعد از او اتفاق دیشب همراهش مقابل نمیشم. مجبور هستیم. میخواید در مقابل تو بگویم. چی شده؟ فکر میکنی جان قیمتی خدا از دست داده ها؟ نمیفهمم، شاید پشت دق شده. وقتی رفتیم میفهمیم که مشکلش چی است. ما به جلسه رفته نمیتونم. دیشب سر و لفده سلام کشیدم. حالا مثل که چیز نشده خب چوب برم در پیش روش بیشینم بچیم ها؟ میشینی مامان، خب و چوب میشینی. بیا زود، دیشب یک اشتباه کردی، مرام زیر پایی کده تیر شدی. تو هم سر ما وکیل دیمیروغلوها شدی بچیم. درست است یک دیوانگی کدم، حسابم خراب شد. خوارم گریان کده ازم کمک میخواه. وقت نوتور دیدم، اگه با زنجیرم بسته میکردیم میرفتم. به هر صورتی موضوع طولانی نسازیم، ضرورت نیست که دل همدیگه را بشکنانیم. بریم با چشمای خود ببینیم که پلانش چی است. با گوشای خود ما بشنویم، بعد از او یک جای حرکت میکنیم. یک جای. فهمیدم. سرم فلسفه گفتن رو. ما یک بار بالا برم بدن به شرکت میرم. اصلا از خونه بیرون شده تونستی؟ چند دقیقه بعد میبرایم، برای زنگ میزنم. چی کردی؟ انگشتر دیده تونستی؟ واقعا انگشتر ناز است؟ ماما میلوره میبینم. یک عکس سابق ما را پیدا کردم. این انگشتر حتما انگشتر ناز است. هر دویش یک قسم است. عکس برای ما ورده میتونی؟ اشتباه درک نکو، به خاطر که سرت اعتماد ندارم نیست، فقط میخوایم ببینم. درست است، حتما میرم. خودت به چشمای خود ببین. با امیدی دیدار. با امید دیدار. امروز ما باید درباره ناز یک معلومات کامل به دست بیارم. یعنی بعد از دیدن اون نام فکرم کاملا گدوت شده. راست میگی بیادر. چطوری کارا میکنی؟ نمیفهمم چی بفهمم. دوستای سابقش پیدا کنم، شاید همراهی کسی با تماس شده باشه. کوشش میکنم اونا را پیدا کنم، نمیفهمم. فکر خوب است. اوضاع کمی آرام شوه، به نظر من وارد عمل شو. آی چی شده؟ از طرف دیگه چی خبر است؟ کسی که اکسیژن کشیده پیدا تانسته کمره او را گرفته؟ نه هنوز نه. کنان قبل از نامزدی برات گفته بودم، همراه برو گپ زده بودم، ای که سر اصل شک داره. طولانیش نساز بیادر. اصل اوتو کار کده نمیتونه. چطور قدر مطمئن بوده میتونی؟ چون پیشم بود. دو وقت شب؟ بله کاملا نمی قسم. به خاطر آب خوردن به آشپزخانه رفتم. او همونجا بود، روبرو شده. یک دقیقه هر دوی ما مثل سابق احساس کردیم. بعدا هم احساسات خود کنترل نتونستیم. مثل که هیچ جدا نشده باشیم. با هم گپ زدیم. تو دیوانه شدی، میخوای چی کنی ها؟ تیر شد رفت، طولانیش نساز. این موضوع را بسته کنیم و دیگه موضوع ما این نیست. اکسیژن الینا را اصل نکشیده. حالا قانع شدی؟ نشدم. حتی حالا بیشتر مشکوک شدم. از کجا معلوم قبل از آمدن پیش تو به اتاق الینا رفته اکسیژن نکشیده باشه؟ شاید به می خاطر تو را منصرف ساخته باشه. امکان نداره. بیبی
ابرو او را بیشتر از ما میشناسه، به خاطر که خواهرش هست. ابرو درباره اصل قبلا برام هشدار داده بود. چی شدن؟ میبینیم دیگه. کنان اگه ابرو یک چیزم میگه حتما یک چیزم میفهمه. خسته نباشی. بفرمایید. سلام، ما از شرکت لوجستیکی دمیرغلو آمدیم. مرا سینان دمیرغلو روان کرده. ما به شما یک هارد دیسک روان کرده بودیم، در داخلش بعضی چیزا ثبت شده بود. نتایج او برآمده، میخوایم که او را بفهمم. ببخشید نامتون چی است؟ بیادر. گلشن. بیادر کم مونده که تصویرهای اورال دمیرغلو رو پیدا کنیم. درست از احمد. ببینین معذرت میخوایم خانم گلشن، در این باره اورال دمیرغلو قطعا هشدار داده. تصاویر بدون از خودش به کسی تسلیم نمیتونه. میفهمم، اما بیازو مرا بیادرش روان کرده. قسمه که گفتم این تصاویر بدون با آقا اورال به کسی دیگه داده نمیتونم. اگه میخواین شما برین خودشان روان کنین. درست است. روز شما بخیر آقا. زنده باشین. روز بخیر. روز بخیر. چی گپ از دفنه؟ چی میخوای؟ از صبح تا بالا زنگ زدم میری. کجاستی اورال؟ ساعت 8 باید میدیدیم. 2 ساعت میشه که در بیرون منتظر هستم. درست از برات وعده داده بودم، اما چیز درباره ساعت ملاقات به یاد ندارم. 8 بجه گفته بودیم. او را تو گفتی، من چیزی برات نگفته بودم. بسیار خوب، خودت میفهمی. شراکت چیز نیست. بله. اورال میشنوی؟ سلام. نوش جانت. تشکر بسیار زیاد. تو مرا به یاد داری نه؟ چند دقیقه قبل که روبرو شده. چطور من به یاد ندارم؟ میبخشی ما همو تو در میز شیشرم. کدام مشکل خانه ایست همو تو نیست؟ یعنی اگه دوست دخترت یا کس دیگه ببینه. نه استغفرالله، بشینین، من کنم دوست دختر ندارم. حال ما هم کدام کارا بار ندارم. چرا؟ حالا با شرکت میرم و با رئیس میگم که تصاویر کمره را آورده نتونستم و مرا از کارم اخراج میکنه. بسیار آدم بی درک و سنگ دل است. هر چیزی که بگویم میخواید دمو دقیقه حل شوه. به هر صورت معلوم میشه وقت غذایتان است. من شما را با مشکلات خودم مصروف نمیسازم. جیگرخون شدم. بله واقعا که بد شد. اوف، من با پدرم چی بگویم؟ اگر خبر شوه که از کارم اخراج شدیم باز مرا. به هر صورت نمیخوایم با مشکلات خانوادگیم سر شما را به درد بیارم. و بعضیا زندگی همه قسم است، جایی به فراران نداری. مجبور هستی هر چیزی که سرت میایه آرام تحمل کنی. خب دیگه من باید برم. با یک شکل کدام چاره پیدا خود کردم. بازا بسیار زیاد تشکر. خوب هستین؟ بشینین، خواهش میکنم بشینین. خوب هستم. با یک لحظه از سرم دور خورد. آدم وقتی که تشویش کنه همه قسم میشه دیگه، اما خوب میشم. مام کاملا بلای جان شما شدم. دقیقاً به یک شکل به شما دادم میتونم، اما باید کم منتظر باشین. هنوز کارای یه طفل تکمیل نشده خانم محترم. فردا صبح بیاین، من یک کپیش براتون میدم. واقعا بسیار زیاد تشکر. نمیفهمین که ما را چی بلاها نجات دادید.
اما کاپیش نمیشه. من باید فیلمای اصلی را بگیرم. تو یک کار کده نمیتونی؟ یعنی خودم میفهمم یک چیز بسیار مشکل میخوایم، اما این یگانه راه ماندن در وظیفه‌ام است. با شما زیاد مشکل پیش میشه؟ دقیقاً میتونم. یک گزارش نوشته میکنم که خراب بوده، هیچ چیز ثبت نکرده. تمامش مقه. درست است. عالی است. تو قلم داری؟ ها بی. این شماریم است. منتظر تماست هستم. بازم بسیار زیاد تشکر. من دیگه حالا باید برم. بیازو آقا سینانا منتظرم است که باید برم. با امید دیدار. با امید دیدار. این انگشتر البته که یک دلیل مشخص نیست، اما حالا میفهمی که او فرار نکده. حتما همراهی او کدام کار کده، یا ای که اورال ای را میفهمه پوت میکنه، یا هر کاری که کده شخصا خودش انجام داده. درست است. چطور ای را معلوم کنی؟ نمیفهمم. فکر کردم دیشب از او سیف یگان دلیل بهتر پیدا میتونم، اما نشد. خب درباره این نوته که برات گفتم، نوتایی که دیشب کل ما دیدیم، ما باید نوتای اصلی را پیدا کنیم. اصل باید معلوم کنیم که اون نوتا را کی پیدا کرده. شاید بیشتر از این باشه. راستش من میفهمم که کی پیدا کرده. کی؟ پدرم. پس درست است، همراهش گپ بزن. خب این گپ را واضح برش گفتن نمیتونم. پدرم یک آدم عجیب است. معلوم نیست که چی میکنه. نظر به فایده خود رفتار میکنه و دیگه از دیشب تا حال گم است. نمیفهمم که کجاست. با یک شکل او را پیدا کو اصل. بفهم که اون نوتا را از کجا پیدا کرده. حتما او را بگه بیار اصل. تشویش نکو، هر چیزی از دستم بیایم میکنم. معترض بسیار مقبول است. گرچه موتر خودم نیست، عزیز بیادر داده به خاطر کار و وظیفه. تا جایی که فهمیدیم شما همراه ای عزیز بیادرتان هر چیزی را که بخواین میتونین انجام بدین. همون قسم گفتم میتونی. به خدا که بسیار یک آدم عالی است. آدم کاک است. زنده باشه. خب تو همراه کنعان گپ زده تانستی؟ درباره اصل برش هشدار دادی؟ گفتم اما نشینید. ابرو یک بار تو همراهش گپ بزن، شاید به گپای تو گوش کنه. پس بگو با سرم شد. چطور کنم؟ مجبور هستم که خودم گپ بزنم. یعنی که از موتر خوشت آمد؟ خوشم آمد. دیوانستی، عاشق شدم. امرای عزیز بیادر گپ میزنم. پس این موتر گل پشت میسازم. مذاق میکنی؟ به نظرم عالی میشه. بسیار میزیبه. اما اول باید عروسا پیدا کنم. ای کار آسان است. با تو کی نگفتم میتونه؟ او قسم میگی؟ به نظرم همطور است. قدر تشویش نکن. شماره را که شما دایر نمودید خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. آقا اورال. بلی از خدا برام یک خبر خوب به تکن داد. تانستی خلیله پیدا کنی؟ یکی از بخشای امنیتی ما درباره یک آدم معلومات پیدا کرده. نفر کارایی و طلب میکنه. به احتمال زیاد تو اونجاست. بچه‌ها میپالن. خودت پیگیری کن. هوش کنی از دستش نتی. تشویش نکنین. فکر نکنم در استانبول کدام جایی برفتن داشته باشه. یا اونجاست یا که پیش عزیز توپراک است. عزیز که تو لوده غرض نداره. بین اونا یک دشمنی دیگه است. حتما پیش مردی که هتل داره است رفته. برو پیدایش کن. بچه شما آقا. بله پدر، کجاستی؟ در هتل یکی از دوستایم هستم دخترم. وضعیتم بسیار خراب است، بسیار. درست است، من پشتت میایم. اصل دخترم شوهرت خوب پیشت نیست نی؟ پدر من چرا همراهت تو یک کار کنم؟ درست است، تو نمیکنی اما او میکنه. سرم زیاد عصبانی است.
او عزیز به شرف مرده ات یک جنجال بند کرده که وضعیت ما بیبی نه سر دخترم نه سر دامادم اعتماد کردم میتونم. خب آدرس برم بده که بیایم. درست است میتونم. یک دقیقه صبر کن. نوشته کو دخترم. بگو. درست است وقت آمدی پایین آمده گپ میزنیم. درست است جانم؟ خوب است مام چند دقیقه بعد میایم. آه پدر آه. تو از این جلسه خبر داشتی سینان؟ نه خیر. چی شده؟ دوست سابق حال دشمن شده؟ رفتارت کمی عجیب معلوم میشه بچه‌م ها؟ به این دشمنی نگویم آقا عزیز، ناراحتی بگویم. حال فهمیده نمیتونم که چی وقت همراهتون دوست و چی وقت همراهتون دشمن هستم. با سلاح به نامزدی خواهرم حمله میکنه، مثل که هیچ چیز نشده باشه با جلسم شرکت میکنه. معذرت میخوایم اما رفتار من عجیب نیست. رفتار شماست عزیز توپلاک. رفتارم هم تغییر نکده سینم. دردی که دل داریم با فراموش کردنم هیچ وقت تغییر نمیکنه. به خاطر فهمیدن سرنوشت خوارم اگه ضرورت شوه به دستم قلم گرفته امضا میتونم، سلام گرفته فیر میتونم. ما با این را قدم موندیم، او قسم یا ای قسم. امکان نداره شما را فعلا درک بتونم آقا عزیز، اما اگه به خاطر کاری دیشبتان سر علینا کدام بلایی میامد باز قلم و سلایتان هر دوشان در جبتان میماندم. به این شک نداشته باشین. آفرین، گپ کلان زدی. میفهمیدم اینقدر به فکر خانواده هستی. هرچی نباشه خانواده است، از پشت خنجر نمیزنن. اگه ما می بودم اینقدر مطمئن نمی بودم. زیاد خب منتظر نموندین. خدا رو شکر که صبر من در حالت بسیار زیاده است. تو ایره خوب میفهمیدی میرغلو. او عزیز توپراکم اینجاست. معذرت میخوایم وقتی سلا در دستت نباشه شناخته نمیشی. امروز کدام حمله است یا نه؟ اگه تو میخوای چرا نه دیمیرغلو. درست است. وقتی جلسه خلاص شد به خاطر تجلیل یکی دوتا فیر هوایی میکنیم. بذار سلا در کمرت هست به دردت نمیخوره دیگه. تو هر دقیقه باید خانمت دعا کنی. اگه پشتش بود نمیشودی باز حال همراه اینا به شرکت نه بلکه در قبرستان میبودی. آقایان چرا جمع شدیم؟ چرا ما را خواستین؟ درباره چی گپ میزنیم؟ آقا عزیز زنده باشه تا آخرین لحظه با سورپرایزش پیشتر از ما است. ما هم از او الگو گرفتیم. ما امروز به شما یک سورپرایز دارم. ما سورپرایز اصلی را تا آخر میمونم دیمرغلو. صبر کو برات زیاد سورپرایز دارم. من منتظر هستم، هیچ جای رفتنی نیستم. دیروزم در مقابلت بودم، امروزم در مقابلت هستم، فردام میباشم. تشویش نکن زیاد منتظر نمیمونی. بله موضوع چی است؟ حالا زودتر شروع کنین، ما وقت ندارم میرم. من یک بخش خورده از سهم ما واگذار کردم. اگه مشکل نباشه پرسیدم میتونم آقا اورال این واگذاریتان از هوس است یا از مجبوری؟ یعنی کدام موضوع است که ما با تشویش شویم؟ نه نیاز نیست تشویش کنین. این کار با اراده و خواست خودم انجام دادیم. بیازو یک بخش خورده از سهام است. البته در هیئت مدیره صاحب صلاحیت خواهد شد. با کی؟ نترس، با کسی که بهتر از توی کار بلد است واگذارش کردیم. ماهیگیر. به هر صورت او را به کلتان معرفی میکنم. بیازو کلتان او را خوب میشناسین، مخصوصا تو بیادر عزیزم او را کاملا میشناسی. دفنه
بازی است. حالا باید این قسم شود. نمیفهم چقدر عمرش ماند و چقدر دیگم همراه ماست. به خاطر یک جیگرم دیگه چه کشیده دور بندازم. دقیقا نمی خسمه است. تصمیم بگیر.